خطبه های شما همونطور که در صدر اسلام خطبه های جنبه سیاسی داشته است، نماز جمعه یه اجتماع سیاسی است. نماز جمعه یک عبادت سرتاپا سیاسی است و مع الاسف در جاهایی انسان می‌بیند که در نماز جمعه ابداً مربوط به چیزهایی که ملت‌ها بهش احتیاج دارند، چیزهایی که مسلمین، اجتماع مسلمین برش احتیاج دارند، خبری نیست. از مسجد محل این بود که مسائل سیاسی درش طرح بشد. مع الاسف مساجد را ما کاری کردیم که به کلی از مصالح مسلمین دور باشد و با دست ما اون طرح‌هایی که برای ما ریخته بودند با دست خود ما